سلام علیکم مردم ولایت سور، مردم شهر اسفاره. این ما علاقه رسیدیم در شهر اسفاره. نصیب باشد خدای ولایت ختلان اومدیم. میخوایم که هم رزاق لگند را بینیم. ویزف در رزاق لگند. رزاق لگند این ما در اسفاره هم. بیا کویا بینیم، یک دیگر را بینیم، در یک ساعت کو کدام هم بخشکای بسیار جمع میکنیم. زنده باشه رزاق لگند. باور کنید بهترین جوانمرد، یعنی برای آبادی و همین تازگی همین وطن گپ میزنین، این بهترین است. سربلند باشه. اگه همینجا دا باشین بیا بریم یکونجا پیاله چای تیم. سلامت باشه. نوگفتن نمونم که السلام علیکم دوستان عزیز، رهسپار هستیم به شهر اسفاره بوستانی. خیلی میدونید، امید هستم از دهه دشت قوزی جماعت دیوتی یوری از شهر پنجکند وادی زرافشان ولایت سوغ برادر هستند اسلامزاده ولی جان از جماعت دیوتی سریال ناحیه شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان آماده ایستادیم به شهر اسفاره بوستانی. نگفتن نمونم که در همین کانال ما انتظار میشوید. یک برنامه بینهایت خوب هم کردیم، یک صحبت دوستانه، یک بینهایت یک صحبت های خوب هم صحبت شدیم. زنده و سلامت باشد. و این عینی حال میخوایم که با همین رزاق لگند که در شهر اسفاره بینهایت یک نوارها کردی شدن از جهت تازگی همین طبیعت، از جهت تازه کردن ها و خیلی دیگر و دیگر مسائلشان مربوط است به خودشان. حتما انتظار شوید نوارها از شهر اسفاره و با برادر عزیز ولی جان. این آدم در پلتفرم تیک تاک به نهایت فعال هستند، مشهور هستند، نامدار هستند و ما از پلتفرم یوتیوب کم هم در وادی زرافشان شناخته شده هستیم. من فکر میکنم یک بهترین برنامه هم شده گذشت که ما نقشه داشتیم با یکی از راننده های автомашین بارکش نوار کرده باشیم. امروز تقدیر رو روزی کرد. امروز 16 اپریل است. من فکر کنم امروز 16 اپریل است. امروز 17 هم بود از علاقه 17 اپریل سال 2025 است. انتظار میشوید. من نوار بردار هستم و این آدم راننده. زنده و سلامت باشید. تاجیکستان به پیش. کم نشوید. زنده باشید.